سال 1384 من مغازه پدرم کار میکردم، میوه فروشی داشتم. اونجا عاشق دختری میشم که هر روز از جلوی مغازمون رد میشد. از اونجایی که از بچگی خیلی پسر خجالتی بودم، هنوزم هستم، هیچ وقت نتونستم عشقمو بهشون ابراز کنم. 2 سال تمام هر روز من منتظر ایشون میموندم که بیان و عشقمو بهشون بگم. سال 1387 یه موزیک بی کلامی به دست من میرسه که روش شعر میگم و تمام عشقمو روی اون کاغذ میارم. من می نویسم این آهنگ بدون نام و نشان دست به دست میشه و الان حدود 16 ساله که به اسم استاد فریدون فروغی الان داره دست به دست میشه. 1 سال بعد از اینکه این آهنگو خوندم دیدم تمام پاساژها، تمام تاکسی‌ها دارن آهنگ من رو پخش میکنن به اسم استاد فریدون فروغی. انگار دستات سرد انگار چشمات